خب میگن که اگه میخوای درصد انتخاب شدنت بیشتر شه، مشتری راحت‌تر بیاد و محصولات و خدماتت رو قبول کنه، بپذیره و بابتش پول پرداخت کنه، یه رقیب داشته باش. وقتی که خودتی یا خودت، خب ملت مقایسه میکنن، تو رو با کی مقایسه کنن؟ خودشون میان با یکی مقایسه میکنن، قیمتت بالاست، کیفیتت پایینه. خودت بیا و مشخص کن تو رو با کی مقایسه کنن، یه خدماتی پایین‌تر یا بالاتر ارائه بده. فرضاً من دارم این دستگاه پوز رو میفروشم 4 میلیون و باریکلا پسر، حالا در کنارش میام این یکی دستگاه پوز رو میفروشم 8 میلیون، شما میگی دستگاه پوز، میگم خب دارم 4 میلیون، میگم گرونه، میگم اینو دارم 8 میلیون، 4 میلیون که در برابرش چیزی نیست. انتخاب راحت‌تر میشه. کمی در مورد خدمات و آیتم هایی که برای فروش دارید